تا به حال فکر کردی ممکنه کسی به چت‌های چت جی پی تی که می‌کنی دسترسی داشته باشه؟ نه هک، نه جاسوسی، فقط یک اشتباه کوچیک، یه اشتراک گذاری ساده میتونه همه چیزتو لو بده. اگه یه دوستت همین الان بتونه ببینه که تو چی چت کردی با چت جی پی تی، چی میشه؟ واقعا برات مهم نیست؟ شاید وقتشه به اهمیت چت هایی که با چت جی پی تی میکنی و به امنیتش و حریم خصوصی خودت بیشتر فکر کنی. مطمئنم این ویدیو کوتاه خیلی میتونه کمکت بکنه. امیدوارم همیشه در امنیت کامل باشید. درود، من هانا هستم. به کانال ما یعنی کانال حسن تژدان خوش آمدید. درود، من هم نیما هستم. امروز اومدیم با یه خبر داغ و جدید از دنیای هوش مصنوعی که طبق تحقیقات مهندس تژدان جمع‌آوری شده، یه قابلیتی که میتونه نگاه ما به گفتگو با هوش مصنوعی رو کاملا عوض کنه. خب بیایید رو راست باشیم. تا حالا به این فکر کردین که این همه حرفی که با چت‌بات‌های هوش مصنوعی میزنین تهش کجا میره؟ سرنوشتشون چی میشه؟ این یه سوالیه که میدونید ته دل هممون هست و مستقیم به حریم خصوصیمون وصله. خب برای اینکه بفهمیم این قابلیت جدیده چقدر کارش درسته، اول باید ببینیم الان تو حالت عادی چه اتفاقی برای چتامون میفته. بذارید یه جورایی سفر مکالمه هامون رو تو حالت پیشفرض با هم دنبال کنیم. من نکته اصل مطلب اینجاست. به طور پیشفرض چت‌های شما با چت جی پی تی اصلا خصوصی نیستن. آره درست شنیدید. این یه حقیقته که باید بدونیم تا بفهمیم گزینه‌هایی که الان داریم چقدر مهمن. حالا این پیشفرض بودن یعنی چی دقیقاً؟ یعنی 3 تا اتفاق کلیدی میفته. اول اینکه خب مکالمه تو تاریخچه چت شما میشینه. دوم ممکنه کارشناسای خود اوپن ای آی یه نگاهی بهش بندازن تا بررسی کنن و سوم که شاید از همه مهمتر باشه ازش استفاده میکنن تا مدل‌های هوش مصنوعی رو آموزش بدن و بهترشون کنن. اما خبر خوب اینه که حالا یه راه حل خیلی باحال برای این نگرانی‌ها اومده، یه حالت مکالمه کاملا جدید که کنترل رو برمیگردونه به دست خود ما. اسمش هست چت موقت یا همون temporary chat. تعریفش هم خیلی ساده و سرراسته. یه حالتی از مکالمه که توش چت‌ها نه تو تاریخچه‌تون ذخیره میشن نه برای آموزش مدل‌ها استفاده میشن. به همین راحتی. این جدول رو ببینید. قشنگ فرقش رو نشون میده. تو چت معمولی همه چی ثبت میشه و برای آموزش هم استفاده میشه. ولی تو چت موقت جواب هر دو نه هست. این یعنی یه تغییر اساسی تو کنترل ما روی حریم خصوصی. حالا صبر کنید. این فقط یه بخششه. امکان شگفت‌انگیزش هنوز مونده که واقعاً سورپرایزه. ولی قبل از اون یه نکته خیلی خیلی ریز و مهم هست که حتماً باید بدونید. آره، همیشه یه امایی تو کاره نه؟ کلمه موقت دقیقاً به این معنی نیست که مکالمه شما همون لحظه دود میشه و میره هوا. یه تبصره کوچولوی 30 روزه وجود داره که باید حواسمون بهش باشه. پس سوال اصلی اینه، یعنی چت شما فوراً پاک میشه؟ اینجاست که داستان یه کوچولو پیچیده تر میشه و باید حواسمون رو به جزئیات جمع کنیم. اینجا عیناً جمله خود اوپن ای آی رو براتون میگم. طبق تحقیقات مهندس تژدان اونها میگن برای اهداف ایمنی ما ممکن است یک کپی از این چت رو تا 30 روز نگه داریم. این یعنی چی؟ یعنی برای مسائل امنیتی یه استثناء قائل شدن. پس این عدد رو خوب به خاطر بسپارید. 30 روز. این اون مدتیه که مکالمه شما حتی تو حالت موقت ممکنه برای بازبینی‌های امنیتی تو سیستم بمونه، ولی بعد از این 30 روز برای همیشه پاک میشه. خب حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. چرا این قابلیت انقدر مهمه؟ جوابش تو یک کلمه خلاصه میشه: کنترل. آره، این ویژگی قدرت رو از شرکت میگیره و میده به شما، یعنی کاربر. این کنترل خودش رو تو 3 تا چیز مهم نشون میده. اول، حریم خصوصیتون خیلی بیشتر میشه. راحت در مورد موضوعات حساس حرف میزنید بدون اینکه نگران باشید یه جایی تو تاریخچه‌تون ثبت میشه. دوم، کنترل بیشتری روی داده هاتون دارید. این شمایید که تصمیم میگیرید کدوم حرفاتون به آموزش هوش مصنوعی کمک کنه و کدوم نه. و سوم، آزادی عمل برای آزمایش کردن. هر چی دلتون میخواد میتونید تست کنید بدون اینکه تاریخچه چتتون شلوغ بلوغ بشه.
و این مهمترین پیام کل این تحلیله. انتخاب حالا با شماست. شما تصمیم میگیرید که مکالمتون شخصی بمونه یا اینکه بخواید تو بهتر شدن یه تکنولوژی جهانی سهمی داشته باشید. و در آخر همه اینها ما رو به یه سوال بزرگتر و عمیق‌تر میرسونه. با این سرعتی که هوش مصنوعی داره پیشرفت میکنه، مسئولیت نهایی حریم خصوصی دیجیتال ما واقعا با کیه؟ با شرکت هاست؟ با دولت ها؟ یا با خود ما؟ این سوالیه که فکر میکنم هممون باید یکم بهش فکر کنیم. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید. منتظر تحلیل بعدی ما باشید که در مورد یه موضوع بسیار جنجالیه که این روزا حسابی سر و صدا کرده.